پرستو آزمون تئاترهای کسبی با نمایشنامه کمال خوجندی در دوشنبه شروع شد. این حالنامه شاعری که سالها آواره و غریب بوده است باز بحث نیاز تماشابین و پیشنهاد تئاتر را به میان آورد. تماشابینان انتقاد کردند که در تئاتر تاجیک نگاه و نمایش های مدرن نمی رسند. ما نیرنگ های میسره اثر بیدار کردیم، ما ایسون عروسان اثر بیدار کردیم، ما کمال خوجندی اثر آوردیم، ما فردوسی اثر آوردیم. همه این اثرهای زمان شوروی هستند. از هیچ نبودن این اثرها به صحنه گذاشته می شود. تئاتر ما امروز وضع زمان پورا انعکاس کرد نمی تواند به اون سبب که دراماتورگی انعکاس کننده وضع زمان وجود ندارد. درامای کمال خوجندی را رحیم جلیل از نویسنده های مشهور عصر 20 تاجیک سال 1963 نوشته است و بار چندم است تئاتر به نام کمال خوجندی آن را نمایش می‌دهد. برعکس اهل هنر دوباره به صحنه آمدن کمال خوجندی را فال نیک دانستند. آغاز معلوم است که خدا خواهد این آزمون خیلی آزمون خوب میشه و در اینجا البته بهترین ها روی آب میبرند. من گمان میکنم از نظر این هنرمند تاجیک اگر تئاتر نیازهای امروز مردم را قانع نمی کرد وجود نمی داشت. اون اثری که درد مردم رو انعکاس نکنه و اثر به هیچ کس کار نیست و برای صحنه اومدن هم شرط نیست. تئاتر تاجیک مرحله دشوار تاریخ خود را پس سر می کند، دائم به انتقاد شدید روبروست، اما به قول برخی از هنرمندان این انتقادها ثمره خوب خواهند داد. همه تنقید جوان ها بسیار میشنوند و امروز اصلاح کنید سادن. ما باید تنقید کنیم اینها، نه اینکه تعریف نه تنقید کردن در کار. حالی هم حالی هم تو خوبی و باز خوبتر شده در کار. این خیلی گفتن در کار ها گفته بردار کردن در کار نه جوانای. آزمون پرستو در 2 سال یک بار برگزار می شود. هر آزمون را به چهره از هنر می بخشند. امسال آزمون را به نام محمود جان واحد هنرمند نامدار تاجیک گذاشتند. 18 تئاتر تاجیک برای دریافت جایزه اول سبقت خواهند کرد.